امروزها ساکنان شهر استراوشن با مدنیت زمینداری، مناسبت خرد و بزرگ به زمین، آب و دیگر ذخیره‌های طبیعی، استفاده هر و جب زمین از جمله قطعه زمینی نزدیک حوالگی اعتبار داده رویاندن دو سه حاصل و هرچی بیشتر استحصال نمودنی محصولات را شعار خود می‌دانند و در این سمت ثمرناک مهنت می‌کنند. در کشت و رویاندن محصولات کشاورزی و ذخیره نمودن آن ساکنان منطقه فعالند. در زمین‌های کورم ما زیاده از 1 گکتار توک میزی، انگور، 4 گکتار غله‌دانه، 1 گکتار پیاز، 50 صدق پمیدور و دیگر نمودی محصولات کشاورزی کشت کرده حاصل گرفتیم. حاضر در عین حال ذخیره‌های کدو، خربوزه، پیاز موجود است. حاضر زیاده از 50 تن پیاز ذخیره دارم، 50 تن، 1000 دانه خربوزه دارم، 1000 دانه کدو دارم، خربوزه پدوالبا، انجیر داریم، محصولات کشاورزی، سیب داریم. اویله جباروف از دهه قلچه کلان شهر استراوشن استفاده درستی زمینی نزدیک حوالگی و ثمرناک و مقصدناک برای ماندن کشت را از منبع اساسی درآمد خانوادگی شماریده. سری وقت ذخیره نمودنی تمامی محصولات ضروری روزگار را خاطر جمعی ارزیابی می‌دارند. участки نزدیک حوالگی از 10 سوتق عبارت است. 4 سوتق جای کارمش است. 4 سوتق. از واسه من در اینجا پمیدور، کارتوشکا دو وقت حاصل میگیرن. بیخی حسابی از بازار ما هیچ نمیخریم. همین یک زمستون خودمون با همین چیزای خودمون تامین میکنیم. بغیر از این هر سال من تا 1 گکتار زمین میکارم. کرم، بالگارسکی، بعد لابلو سرخک برای با بازار بردن. از تحت دل مهنت کننده البته حاصلای نقد میگیرید. زندگی زیبا میشه، زیبا خوشرو میشه. زندگی پیش بردن ممکنه همین روی همین حسابی دخونه. از قدیم الایام مردمی ما محصولات ضروری را برای 1-2 سال ذخیره می‌کردند که این تدبیر را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نیز بارها در برآمدشان قید می‌کنند. اصول ذخیره گوناگون بوده. به طور تر و تازه و خشکانیدن و کنسرو نمایی ساکنان محصولات را ذخیره می‌نمایند و این عملشان در همه دور و زمان به منفعت خود اهل خانواده به شمار می‌رود. من در زمستان گذرانی در حولیمون همه چیز هست. من سالاد میکنیم، من خیلی کامپوتوی خودمو درختای خودمو کتی منی سالاتای میکنیم، کامپوتوی سیبی منی گیلوسین همه چیز ما زمستانه با ذخیره کرده میمونیم. مربای زردالوگی، مربای گیلوسین، سیبی کرده ذخیره های کرده میمونیم. بهیگی میکنیم مربا. من همه این محصولاتایی که همش خودمو میپرم. برگل، قلنفور، پمیدور کنم ذخیره کرده میمونیم زمستانه بعد. پرزیدنت ما میگن که باید 2 سالانه ذخیره تا هر یک اویله به تامین کنیتون میگن. برنجای، شکرای، همه صابونای ذخیره کرده میمونیم. خیلی خاطر جمعی انسان ذخیره 2 ساله داشتن در هر یک اویله این خاطر جمعی برای اهل خانواده است. مثل اویله جباروف در شهر استراوشن در هر یک خاندان محصولات با نمودهای گوناگون ذخیره کرده می شود. یعنی به جای آرد گندم، به جای برنج شالی و به جای محصولات تروتازه مربا و کمپوت ها آماده و ذخیره کرده می شود که من بعد برای استفاده اهل خانواده خیلی مهم است. مستان محیدی آزاده، فرهادی عبدالله، شهر استراوشن، اخبار.